اولین باری که شوهرم برای دانشگاه رفت یه شهر دیگه، رفتارای عجیب و غریب دوستش رو حس کردم. تا اینکه اون روزی که شوهرم برای درس رفته بود یه کشور دیگه و رفیقش مستقیما اومد سراغم و هیچ کدوممون فکر نمی کردیم شوهرم انقدر زود برگرده. وقتی شوهرم متوجه شد پیشنهادی داد که فکرشم نمی کردیم. سلام دوستای عزیزم، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز اومدیم با یه داستان جذاب و جدید دیگه. لطفاً تا پایان ویدیو همراه من باشید. ما ستا همو توی یه شرایطی پیدا کردیم که فکرشم نمی کردیم. اولین روزم برای رفتن به دانشگاه بود. سالها بود خودمو برای همچین روزی آماده کرده بودم. پدرم 6 سال بود. اومده بود آلمان و مامانم به خاطر من و داداشم مونده بود ایران. البته هنوز شرایط رفتن ما به آلمان مهیا نبود. تا بابا جاگیر بشه، تا ویزاها و اقامت ما تایید بشه خیلی زمان برد. بابا از همون قبلا ویزای کاری داشته و سریع کاراش رو انجام شدن و رفت. چند سال اول پدرم به فکر ساختن زندگی آسون اونجا برای ما بود و میخواست ببینه اصلا میارزه که ما اقدام کنیم یا نه، که خدا رو شکر جور شد و ما هم اقدام کردیم و مامان گفت حالا که دبیرستانتو شروع کردی همینجا ادامه بده و برای دانشگاه واسط پذیرش میگیریم اونور. همینجورم شد و امروز همون جایی بایستادم که 3 سال براش تلاش کردم. وارد کلاس که شدم خیلی از بچه‌ها اومده بودن و تقریبا جای خالی نبود و من چشمم به اولین جای خالی که افتاد رفتم و نشستم. یه پسر جوون مومشکی کنار دستم بود و یه دختر مو بلوندم اینور. دختر قشنگ معلوم بود اروپاییه، ولی پسره نمیتونستم حدس بزنم کجاییه. ازش پرسیدم اهل کجایی؟ گفت ایران. شروع کردم فارسی حرف زدن و گفتم منم ایرانیم. همون موقع زد به دوستش و گفت آریا یه دوست ایرانی دیگه. گفتم شما همون میشناسین؟ که خندیدن و گفتن نه، همین 10 دقیقه پیش توی راه رو با هم دوست شدیم. ستایی خندیدیم. بعد کلاس با هم رفتیم بیرون. اسم یکیشون آریا بود و یکیشون ماهان. منم خودم رو معرفی کردم. مهشید. ماها گفت مهشید تو خوابگاه داری یا مثل آریا خونتون اینجاست؟ نگاهی به آریا انداختم و گفتم با خونوادت اینجایی؟ لبخندی زد و گفت نه، خودم تنها. پدرم و خواهرم آمریکان، من و مادرم قبل از اینکه مادرم مجدد ازدواج کنه اینجا بودیم. ولی مادرم 1 سالی هست که رفته. منم لبخندی زدم و گفتم منم همینجا زندگی میکنم. البته چند ماهی اومدم و با خانواده‌ام. بعدم نگاه کردم به ماهان و گفتم به نظرم خونه و همخونه رو با هم پیدا کردیم. ماهان گفت نه، من که مزاحمش نمیشم. از اون روز 6 ماه گذشت و آریا و ماهان شدن بهترین دوستای من. گاهی می اومدن خونه ما و گاهی خونه آریا دور هم جمع می شدیم و فیلم می دیدیم و از خاطره هامون برای هم می گفتیم و درس می خوندیم و خاطره مشترک می ساختیم. ماهان حالا دیگه دائم خونه آریا بود. خوشحال بودم که انقدر راحت باشون آشنا شدم و مطمئن بودم اگه اون روز اتفاقی کنار هم نمی نشستیم دیگه نمی تونستم به این راحتی ها دوست پیدا کنم. تقریبا 1.5 سال از شروع دوستیمون گذشته بود که همه چی عوض شد و کاش این اتفاقات نمی افتاد. آریا برای تعطیلات پایان دورمون رفته بود به خانواده‌اش سر بزنه. ماهان تنها بود. اومده بود خونه ما. شب توی تراس نشسته بودیم که ماهان گفت
مهشید میخوام یه چیزی بهت بگم. مدت هاست توی دلم نگهش داشتم و نمیدونستم چطوری باید بیانش کنم. حس کردم میخواد در مورد خودمون دوتا بگه. آخه قبلا هم حسش کرده بودم که داره بهم هی خودشو نزدیک میکنه. منتظر نگاهش کردم که دیدم چیزی نمیگه. آروم گفتم خب حرفتو بزن، کشتی منو. گفت نمیخوام سوء تفاهم بشه و نمیخوام این چند وقتی که کنار هم بودیم رو خراب کنم. چون هیچ وقت به چشم بد نگاهت نکردم. گفتم میدونم. خب. گفت من بهت علاقه نشدم. ولی بابت این که این مدت با ما بودی معذب نشی یا. سکوت کردم. خودم حسش کرده بودم. ولی نمیدونستم قراره اینقدر زود همه چی اتفاق بیفته. نمیدونستم چه کاری درسته و چه کاری غلط. اون شب دیگه در موردش حرف نزدیم و ماهان گفت هر وقت خودت آمادگیشو داشتی حرف میزنیم و منم گفتم باشه. ماهان شب خونمون موند و روز بعد رفت خونه آریا. همون روز همه چی رو واسه مامان تعریف کردم و گفتم این اتفاق افتاده. گفت خب باش آشنا شو. گفتم خب ماهان اقامت اینجا رو نداره. بعد درسش که تموم شه باید برگرده ایران. مامان گفت خب تا دکترا بخونه. همزمان آلمانی هم یاد بگیره و بعدش درخواست بده و بمونه. فکر خوبی بود. راست میگفت. ولی نمیدونستم قبول میکنه یا نه. یه شب قرار گذاشتیم همو ببینیم و بهش گفتم این کارو کنیم. که گفت حالا زوده واسه این تصمیما و فعلا با هم آشنا بشیم. و از اون شب من و ماهان شدیم چیزی فراتر از دوتا دوست. از اون طرف آریا وقتی فهمید کلی ذوق کرد و به ماهان گفت مبارکه. بالاخره گفتی بهش. پس این دوتا خبر داشتن از همه چیز. روزها میگذشتن و ما واقعا کنار هم آدمای خوشحالتری بودیم. تا اینکه روزای آخر کارشناسیمون بود و قرار بود ستایی بریم بیه جشن برای خوشگذرونی. اونجا خیلی از بچه‌های دانشگاه جمع بودن. همون شب بعد از جشن درست جلوی خونه آریا ماهان ازم خواستگاری کرد و گفت بس این دوری. من که با جون دل قبول کردم. چون الان تقریبا نزدیک 3 سال بود که میخواستمش و عاشقش بودم. آریا کلی برامون خوشحال بود. آخر شب رسیدم خونه، رفتم سراغ مامانم. از خوشحالی نمیتونستم تا روز بعد صبر کنم. مامان میگفت چی شده و من خوابالو کشیدمش تو حال و گفتم مامان ماهان ازم خواستگاری کرده. مامان اول ساکت نگام کرد. بعد آروم گفت خودت چی میخوای؟ گفتم میخوامش مامان. مطمئنم. گفت مطمئن بودن خوبه ولی باید منطقی هم باشی. بابات هم باید بدونه. فرداش به بابا گفتیم. بابا فقط گفت بیاد و صحبت کنیم. چند روز بعد ماهان اومد خونمون. رسمی نشست روبروی بابا. از برنامه‌هاش گفت. از این که میخواد برای ارشد اقدام کنه. زبانش رو قوی تر کنه و بمونه. گفت نمیخواد منو بلا تکلیف نگه داره. بابا گفت من مخالفتی ندارم ولی باید روی پای خودت وایسی. آینده‌تو مشخص کن و بعد مراسم بگیر. قرار شد نامزد بمونیم تا تکلیف ارشدش معلوم بشه. آریا از همه بیشتر درگیر کارای ما بود. میگفت بالاخره این داستان به سرانجام رسید. چند ماه بعد جواب ارشد ماهان اومد. قبول شده بود ولی یک شهر دیگه. قرار شد رفت و آمد کنیم. اوایل سخت بود ولی میگذشت. ما عقد کرده بودیم و قرار بود بابا یه کار واسش جور کنه و خودش هم دنبال کارای اقامتش بود و گفت دوست ندارم دخترم اینجا اذیت شه به خاطر دوری از همسرش. من خوشحال بودم. ماها خوشحال بود و حتی آریا از اینکه قرار بود ماهان پیشمون بمونه برای همیشه خوشحال بود.
حس می‌کردم برای داشتنش داره روح از تنم میره و روحم پرواز میکنه سمتش. روزایی که دور از هم بودیم سخت میگذشت، ولی قابل تحمل بود، چون میدونستیم تهش قراره کنار هم باشیم. ماهان هر روز پیگیر کارای اقامتش بود و پدرم هم هر روز میگفت دیگه کار زیادی نمونده، تا بالاخره پدرم تونست همه کاراشو حل کنه و ماهان بعد از 6 ماه دیگه رسما شهروند آلمان میشد. هممون خوشحال بودیم. حتی ستایی یه جشن کوچیک گرفتیم. بعد از اون پدرم توی یه شرکت که مال یکی از دوستای ایرانیش بود برای ماهان کار پیدا کرد. حالا ماهان هم شغل داشت و هم مقیم اونجا بود. منم حالا داشتم بیشتر تلاش میکردم برای آینده‌مون و درس میخوندم و همش دنبال راه بودم برای ساختن زندگیمون. وقتی که درس مامان تموم شد برای خودمون خونه پیدا کردیم و اجاره کردیم و با همون حقوق زندگی رو میچرخوندیم. البته منم خیلی زود قرار بود برم سر کار. این وسط آریا هم مثل همیشه بود، پرتلاشتر از قبل و موفق‌تر از قبل. یه بار آریا بهم گفت فکر کنم قراره برین آمریکا. پرسیدم چرا؟ گفت آخه ماهان در مورد اقامت اونجا بهم گفته. از بابام سوال کنم. گفتم ولی چیزی به من نگفته که. آریا گفت حتما پشیمون شده که نگفته. آخه پیگیری هم نکرده. من مونده بودم و دنیای سوال. ولی اگه چیزی بود حتما بهم میگفت. اون شب وقتی برگشتم خونه سعی کردم عادی رفتار کنم. ماهان مشغول لپتاپش بود. رفتم کنارش نشستم و گفتم امروز آریا رو دیدم. گفت خب. گفتم گفتی درباره آمریکا ازش سوال کردی. چند ثانیه طول کشید تا جواب بده. بعد لپتاپو بست و گفت آره. فقط پرسجو بود. چیز جدی نیست. گفتم چرا به من نگفتی؟ گفت نمیخواستم الکی ذهنتو درگیر کنم. هنوز هیچی معلوم نیست. حرفاش منطقی بود. ولی ته دلم یه حس بد بود. تا قبلش هر تصمیمی، هر فکری، حتی کوچکترین چیزو با هم در میون میذاشتیم. این اولین باری بود که حس کردم یه قدم عقب‌تر ازشم. چند روز گذشت. موضوع رو کش ندادم. ولی فاصله نامرئی بینمون افتاده بود. شبها بیشتر توی فکر بود. زیاد با تلفنش حرف میزد. بعضی وقتا انگلیسی. میگفت همکاراشم. یه شب که داشت دوش میگرفت گوشیش روی میز روشن شد. پیام از یه شماره با پیش شماره آمریکا بود. فقط اسم دانشگاه رو دیدم. بیشتر نخوندم. دلم نمیخواست تبدیل بشم به آدمی که یه واشکی میگرده. وقتی اومد بیرون مستقیم پرسیدم برای آمریکا اپلای کردی؟ این بار انکار نکرد. گفت آره. چند ماهه که مدارکو فرستادم. گفتم چند ماهه؟ یعنی از قبل از اینکه خونه بگیریم؟ سکوت کرد. بعد گفت میخواستم اول جواب بیاد بعد باهات حرف بزنم. اگه رد میشدم بی خودی ناراحت میشدی. گفتم اگه قبول شی چی؟ گفت اون موقع میشینیم تصمیم میگیریم با هم. ولی این با هم دیگه مثل قبل نبود. تصمیمو گرفته بود. فقط نتیجهش مونده بود. از اون شب به بعد همه چیز ظاهرا عادی بود. سر کار میرفت. برمیگشت. با هم غذا میخوردیم. درباره روزمون حرف میزدیم. ولی زیرش یه چیزی تغییر کرده بود. آریا چند بار غیر مستقیم پرسید همه چی خوبه؟ گفتم آره. 2 هفته بعد یک عصر که من تازه از مصاحبه کاری برگشته بودم دیدم ماهان وسط حال ایستاده. گوشیش دستش بود. چهرهش نه خوشحال بود نه ناراحت. فقط گفت جواب اومد. گفتم قبول شدی؟ سرشو تکون داد و گفت آره. فاند کامل. از ترم پاییز. نشستم روی مبل.
انگار از قبل میدونستم قرار اینو بشنوم. گفتم کی باید بری؟ گفت 3 ماه دیگه. 3 ماه. همه برنامه هایی که برای خونمون داشتیم، برای کار من، برای زندگیمون توی 3 ماه جمع می شد. گفتم خب حالا تصمیممون چیه؟ چند لحظه ساکت موند. بعد گفت مهشید این فرصت رو نمیتونم رد کنم. این همون چیزیه که همیشه میخواستیم. گفتم من چی؟ گفت تو میتونی بعدم بیای. ما این همه دوری رو تحمل کردیم. اینم روش. یا اگه خواستی اینجا بمونی تا کار درست شه یه راهی پیدا میکنی. ولی تو صداش قطعیتی بود که میگفت راه انتخاب کرده. گفتم یعنی دوباره دوری، دوباره نامعلوم بودن؟ گفتی فرق داره. این برای آینده‌مونه. گفتم ما همین الانشم آینده داشتیم. بحث نکردیم، دعوا هم نکردیم. فقط حرف زدیم و هر چی جلوتر می رفتیم بیشتر معلوم می شد. مسیرامون یکی نیست. من تازه کار پیدا کرده بودم. تازه حس می کردم ریشه زدم. اون می خواست دوباره از صفر شروع کنه. یه قاره دیگه. چند روز بعد گفت بهتر خونه رو پس بدیم. گفت منطقی نیست من برم و تو تنها بمونی. اینجا با اجاره و همه چی. برگشتم خونه بابا و مامان. آریا وقتی فهمید یه شب اومد پیشم. گفت مطمئنی راه دیگه ای نبود؟ گفتم اگه مجبورش میکردم بمونه دیگه ماهانی که میشناختم نبود. روز رفتنش فرودگاه نرفتم. خودش گفت سخت برات. دم در خونه بابام خداحافظی کردیم. بغلم کرد. طولانی تر از همیشه. گفت هیچ وقت برام کمرنگ نمیشی. گفتم امیدوارم اونجا به هر چی میخوای برسی. رفت. بعد از رفتنش اولش تماس بود، پیام بود. اختلاف ساعت اذیت میکرد. ولی تلاش میکردیم. کم کم کمتر شد. اون درگیر دانشگاه و زندگی جدید شد و من درگیر کار و زندگی خودم. یه شب تماس گرفت و گفت مهشید فکر نمی کنم نباید همدیگر رو معلق نگه داریم. منتظر همین جمله بودم. گفت مسیرامون فرق کرده. نمیخوام سالها بعد بفهمیم فقط از ترس تنهایی کنار هم بودیم. گفتم میفهمم. هیچ گریه‌ای تو صدام نبود. فقط خستگی بود. رابطمون همونجا تموم شد. رسمی و آروم. بعد از اون خونه‌ای که با هم گرفته بودیم رفت. حلقه رفت توی کشو و زندگی بدون ماهان ادامه پیدا کرد. آریا موند. ولی ما دیگه هیچ وقت ستا نشدیم. سخت ماجرا اونجا بود که فهمیدم ماهان هیچ وقت منو برای خودم نخواسته و میخواسته من پل بشم برای رفتنش. همون جور که این اتفاق افتاد. و درست بعد از جداییمون اونجا با کس دیگه ازدواج کرده بود. ماهان دیگه برام یه خاطره خوب نبود که تموم شده. ماهان برام منفور شده بود. چند ماه از رفتن ماهان گذشته بود. من خودم رو انداخته بودم توی کار. دیر برمیگشتم خونه. کمتر فکر میکردم. کمتر حرف میزدم. آریا اما مثل قبل بود. نه سوال اضافه میپرسید، نه دلداری های کلیشه‌ای میداد. فقط بود. گاهی میومد دنبالم میگفت بیا قهوه بخوریم. گاهی مامانم میگفت آریا زنگ زده حالت رو پرسیده. یه شب که رفته بودیم همون کافه همیشگی نزدیک دانشگاه گفت مهشید یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ گفتم بستگی داره چی باشه. لبخند زد گفت من از خیلی قبل‌تر از اینکه تو و ماهان با هم باشین دوست داشتم. فقط دیدم خوشحالی عقب وایسادم. خشکم زد. هیچ وقت حتی شک هم نکرده بودم. گفتم چرا هیچ وقت نگفتی؟ گفت چون رفاقتمون برام مهمتر بود. چون نمیخواستم انتخاب سخت‌تر شه. اون شب تا دیر وقت حرف زدیم. نه از گذشته با حسرت، نه از ماهان با تلخی. فقط از خودمون. از اینکه توی این سالها چقدر کنار هم رشد کردیم. چقدر همو میشناسیم. رابطمون آروم شروع شد. بدون هیجان‌های تند، بدون پنهانکاری. این بار همه چی شفاف بود.
به خودم زمان دادم. مطمئن شدم که انتخابم از روی تنهایی نیست. وقتی به مامان گفتم فقط گفت این یکی رو سالهاست میشناسی. بابا هم راضی بود. میگفت آریا همیشه ثابت قدم بوده. میگفت اون از بچگی آلمان بوده و آدم تازه به دوران رسیده‌ای نیست و خودش همه چی داره و لازم نیست ازت استفاده کنه برای رسیدن به خواستهاش. ولی ماهان همه اینا بود و از من استفاده کرد و رسید به همه چی. خواستگاری ساده‌ای گرفتیم. نه مثل قبل پر از عجله، نه پر از برنامه‌های دور و دراز. فقط 2 آدم که تصمیم گرفته بودن کنار هم بمونن. ازدواجمون آروم و بی‌حاشیه شروع شد. با هم خونه گرفتیم. هر دو کار می‌کردیم. شب‌ها درباره روزمون حرف می‌زدیم. اختلاف داشتیم، بحث هم می‌کردیم. ولی هیچ وقت حس ناامنی نداشتم. کنار آریا احساس دویدن نداشتم. احساس رسیدن داشتم. حس نمی‌کردم باید ثابت کنه میمونه. میدونستم میمونه. سالها بعد وقتی یه روز توی همون تراسی که اولین بار ماهان بهم ابراز علاقه کرده بود نشسته بودیم، آریا کنارم بود. نگاش کردم و فهمیدم زندگی همیشه اونجوری که فکر میکنی جلو نمیره. ولی اگه انتخابت درست باشه، آرومتر از چیزی که تصور میکردی خوشبخت میشی. و این بار ما 2 نفر بودیم که همدیگر رو انتخاب کرده بودیم. دوستای عزیزم، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و حتما کامنت های قشنگتون رو برای ما به اشتراک بذارید. خدا یار و نگهدارتون.